دولت خوارزمشاهیان. خوارزمشاهیان عنوان شاهان خوارزم در تاریخ خلق تاجیک و تاریخ جهان به حساب می رود. خوارزمشاهیان از داخل دولت سلجوقیان بیرون آمدند. از سال 1141 که سلجوقیان ضعیف گردیده ایستاده بودند، خوارزمشاهیان برای دولتداری خود زمینه‌های مستحکم گذاشتند. ناگفته نماند که خوارزمشاهیان را در سال 1220 مغول‌ها از بین بردند. تاریخ ما 4 خاندان خوارزمشاهی را در یاد دارد و بزرگترین آنها خوارزمشاهیان چهارم‌اند. اساسگزار این خاندان انوشتگین غلچه سال 1077 به این خاندان اساس گذاشته است. اساسگزار این دولت آتسیز را میگویند. سالهای حکمرانیش 1127-1156 برای پایداری دولت خوارزمشاهیان و همچون یک دولت مستقل کردن آن خدمت‌های ارزنده کرده است. در زمان حکمرانی پسر او الپارسلان 1156-1172 دولت تا یک مقدار پیش رفت، اما در زمان حکمرانی علاودین تکش 1172-1200 دولت خیلی ترقی کرد. دشمن اساسی خوارزمشاهیان قره‌خطایی ها بودند که علاودین تکش توانست آنها را شکست دهد. علاودین تکش نیت داشت ماوراءالنهر و خراسان را بگیرد و در حقیقت هم توانست. به نیتش رسید. تکش در سال 1196 با خلیفه عباسی در بغداد می جنگد و او پیروز جنگ می شود. بعد از وفات تکش پسرش محمد با نام محمد خوارزمشاه دولت را از سال 1200 تا سال 1220 اداره کرد. او با قره‌خطایی ها، غوری ها و عباسی ها جنگید و مظفریت ها به دست آورد. محمد خوارزمشاه سال 1203 هرات و خراسان را ضبط کرد و در سال 1207 بخارا را. سال 1212 سمرقندیان بر مقابل محمد خوارزمشاه شورش کردند و این شورش را به یک طور وحشانیت پخش کرد. حدودهای دولت خوارزمشاهیان در زمان حکمرانی وی از قفقاز تا خلیج فارس و این طرف تا کوههای هندوکوش را در بر می گرفت. از همین حساب نفوذ محمد خوارزمشاه خیلی بلند گردیده بود. او را حتی اسکندر ثانی هم می گفتند. لشکرکشی های وی دربار را آهسته آهسته ضعیف کرد و آنها به یکمین ضربه مغول ها تاب آوردن نتوانستند و در سال 1220 از بین رفتند.